برگزار شدن چهاربینی امروزه کنفرانسی جمهوریوی که بخشیده به 30 سالگی جلسه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان بخشیده شده است در یک سطح بلند تشکیلی برگزار گردید و پیش از همه خلاصه من همین است که برگزاری چنین چهاربینی ها بهره بالا بردن سطح خودشناسی نسل جوان، بهره شناخت ارزشمندی تاریخ از جانب آنها، بهره شناخت بالا بردن هویت ملی آنها اهمیت بین‌نهایت کلان دارد. زیرا واقعا اگر امروز درباره نقش تاریخی جلسه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان ما ایستاده گذاریم، واقعا این یک اجلاسی است که در شعور جمعیتی ما شکل مخصوص قبول را تشکل داده است. یعنی همچون سخن درباره اجلاسی 16 روان حتما از آن همچون اجلاسی تاریخی، همچون اجلاسی تقدیرساز، همچون اجلاسی نجات ملت و دیگر گوییم که با همین معنی ارزیابی میکنیم. یعنی این هم پیش از همه نتیجه آن است که امروز واقعا هم جامعه اهمیت تاریخی این اجلاسی را به خوبی درک کرده است و ما هم امروز میدانیم که اجلاسی 16 یکی از گوییم که مرحله های مهم در تاریخ دولتداری نوین ما است که وی آغاز بنیادکاری ها هم معنی داد می شود. همچنین وابسته به برگزاری آزمون جمهوریوی همین رو گفتنی هستم که امروز و در زمینه اون موادهایی که با BMP آزمون وارد شده است، چاپ شدن کتاب این بسیار یک اقدام خوب است، زیرا اون موادهایی که درباره جنبه‌های گوناگون این اجلاسی از جانب مؤلفان پیشنهاد شده است بازگوی آن حقیقت تاریخی است که بار دیگر نقش تاریخی اجلاسی 16 را ثابت می‌سازد. چشمدار نبودم که این کنفرانسیا این خیلی در سطح بلند با اشتراک خیلی مهمانان عالی قدر از مجلس عالی، سابق اشتراکچیان اجلاسی‌های تاریخی، اینقدر جوان‌های من زیادی از تمام ناحیه‌های شهر دوشنبه شرکت داشت. من باور نداشتم، لیکن بعدی که من اشتراک کردیم با چشم سر دیدم و با اون موادی که کلکتیو هفته‌نامه شما، هفته‌نامه جوانان تاجیکستان آماده کرده است، همونطور یک سرسری شناس شدم. باور کنید من این بی‌محابات میگم این کار شما این هم یک کارنامه است، کارنامه فرهنگی است. در یک مدت کوتاه جمع آوردن این قدر مواد در 70 صفحه، در 70 صفحه جا کردن این مواد، باز اون کتابی که مثلا شما برارید این کارنامه است، کارنامه فرهنگی است. من اول صدقاً کلکتیو هفته‌نامه دوست داشتم را صدقاً تبریک میکنم و مبارکباد میگم و من گمان میکنم که در راه خودشناسی ملی، خودآگاهی به جوانهای ما چنین کنفرانسی ها بسیار کمکی کلان میرساند و من بسیار شاد شدم، سرفراز شدم که من هفته‌نامه مرا همچون اشتراکچی این اجلاسی‌های سرنوشت ساز دعوت کردن. امروز که در این کنفرانس عمومی جمهوری شرکت داشتم، همچون یکی از اشتراکیان اون رویداد مهم تاریخی یعنی اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان عرض سپاس خویش را به رهبریت کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بیان کردنیم، زیرا در این کنفرانس بسیار درباره نقش اجلاسی بابت تحکیم صلح و دولتداری تاجیکستان سخن رفت. باز یک کتاب بسیار تاریخی که با همون شخصیت‌هایی که در این کار اجلاسی اشتراک داشتن، این چنین بسیار تاریخ نگاران که نگاه خودشان را نسبت مهمیت نقش اجلاسی و قرارهای وکیلان پارلمان آن دوره بیان کرده بودند در این کتاب جمع آورده شده است. البته این برای ارزگذاری چنانکه که رهبر دولت ما همیشه میگن به نیاگان و قدرشناسی نسبت آنهایی که برای رشد و نموی دولت تاجیکان سهم ارزنده دارند موقع بزرگ میبازد و برای جوانان امروزه که در شرایط آرامی سیاسی، صلح و ثبات زندگی میکنن، عمر به سر میبرن و همیشه زیر توجه
راهبر دولتمون امام رحمان قرار دارن برای اینها درس عبرت است. واقعا اجلاس 16 شورای عالی تاجیکستان یک سنه واقعا هم تاریخی است، سازنده است و ماندگار است در تاریخ ملت، چون این سنه و این اجلاسی توانست تاریخ منبعده خلق تاجیک را، تاریخ منبعده دولت تاجیکستان را بنویسد و تواند که تاجیکستان را به همین روزهای واقعا هم آباد و آسوده برساند. و از این خاطر فکر میکنم که قرض هر یک شهروندی تاجیکستان است که این سنه را خاص بدارد، پاس بدارد، ارج بگذارد به این سنه و البته انمون رویدادهای در این اجلاسیه رخ داده را هیچگاه فراموش نسازد. برگزاری چنین آزمونها، برگزاری چنین رویدادها بازم به آن می آورد که ما نسل جوان یاد بیاوریم از انمون روزهای واقعا هم سنگین ملت و تا توانیم با بیاد آوردن آن روزها توانیم روزهای امروزه خود را و آینده ملت خود را بسازیم.